آیا در پشت مولوی مرزای تاجیکستانی جماعت می شود یک مسلمان پشت از او نماز بخواند یا خیر؟ برادر عزیز، حاجی مرزای تاجیکستانی یک مشرک است. او به دلیل از اینکه او کفر به طاغوت داره، نه تنها کفر به طاغوت نداره، او همکار طاغوت است. آنچنان در فحشا، بی‌حیایی و قبر پرستی و شرک و کفر زحمت کشیده در تاجیکستان که همه مردم در شرک دعوت داده، مردم در کفر دعوت داده، به نام دین ریشه گذاشته، یک سلام میزنه. اما یک مرتد است که این نماز درست نیست، عالم طاغوتی است، شب و روزش فقط با طاغوت است، شب و روزش فقط در قبر پرستی است، یک صوفی مشرک است. نماز جماعت در پشت از درست نیست. برادر عزیزم، پیام را بر حاجی مرزای مشرک برسانیم. حاجی مرزا یک مشرک است و مرتد است، به دلیل اینکه او بدبخت نوکر اونمو رحمانوف مرتد طاغوت است و هر کسی که از طاغوت دفاع کنه و همیشه مدافع طاغوت باشه و خودش هم طاغوتی است و پشت طاغوتی نماز جماعت درست نیست، نمازایتان باطل میشد. و ای که میدانین شما، اگر مسلمان کسی که موحد است، او کسایی که مثل خودش همون صوفیای مشرک قبر پرست نماز میخوانه، اون مشکل نداره. اما موحدین هرگز در پشت از این طاغوت بزرگ، در پشت از این صوفی خبیث، در پشت از این مشرک نماز نخوانند.